بسیاری کسا به این عقیده هستن، بعضی کسا که من میشناسمشون میگه وهابی کافر است. صحیح است؟ اصطلاح می قسم در افغانستان حال فعلا می قسم است که کسی را گفت وهابی است یعنی او چی است؟ کافر است. خب همین شخص گفت وهابی کافر است. پرسانش میگه وهابی کی است؟ میگه وهابی کسی است که رفع الیدین میکنه. وهابی کسی است که دست خود سر سینه میمانه. وهابی کسی است که در نماز پای خود جدا میکنه. وهابی کسی است که انگشت خود شور میده. وهابی کسی است که آمین بلند میگه. یعنی 4-5 علامت میگن. من برای زمین دوستا گفتم همین گپ شما میگین، تو نگفت که ما میگیم، گفت که نیره مثلا فلانی نفر میگه. من گفتم خب مثلا یک کسی سونج شیشته همین گپ میگه. ببینین گفتی که وهابی 4 علامت داره که رفع الیدین، آمین بالجهر، دست ماندن سر سینه و پایا را جدا کردن و همین انگشت در اتحیات شور دادن. این چی شد؟ وهابی شد. و وهابی هم چی شد؟ کافر شد. وقتی که قاعده ماندی از این قاعده چی شد؟ اینمی نفر که این جمله را گفت اینمی مرتد میشه با این جمله خود. علتش چی است؟ علتش چی است که هر کس رسول اکرم صلی الله علیه و آله دشنام بده این مرتد است. صحیح نیست؟ کی را دشنام بده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله هر کس دشنام بده این مرتد است. حالی نمی اعمالی که این او را دلیل برای وهابی میگیره و وهابی را هم کافر میگه، هر 5 چیزی از رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه کرام مهاجرین انصار ثابت است. رفع الیدین ثابت است. امام بخاری صحیح البخاری را نوشته کرده، ادب مفرد هم نوشته کرده. یکی از کتاباش به نام رفع الیدین است، کتاب مستقل. رفع الیدین نمیفهمی 132 حدیث است یا 134 حدیث در مکتب شامله هست به نام رفع الیدین. بپالین تالیف امام بخاری هست. پس با بیشتر از 130 حدیث ثابت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی کرده؟ رفع الیدین کرده. و این چی میگه کسی که رفع الیدین میکنه چی است؟ وهابی است. و وهابی چی است؟ کافر است. پس کی کافر گفت؟ و کسی رسول الله صلی الله علیه و آله دشنام به حکمش چی است؟ احادیث دیگه است که ثابت است که رسول الله صلی الله علیه و آله آمین بالجهر گفته و صحابه آمین بالجهر گفتن. و اینمی که انگشت وقتی که میگه التحیات لله و صلوات میگه سر بر شیطان اینقدر ثقیل است مثل که نمی انگشت دمی شکم قلب شیطان بزنی. التحیات لله و صلوات و طیبات از امی اول التحیات تا ختمش نمی قسم انگشت خود. و این در روایت احادیث آمده. حالا تو که عمل نمیکنی یا توفیق عمل الله بر تو نداده، توی قاعده را میگذاری، حالا تو کاش که دشنامت به احمد یا محمود باشه، تو خود زدی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله صحابه مهاجرین انصار کلشان وهابی کشیدی و کلشان حکم کفرشون کرد. و دشنام دادن پیغمبر کتاب از به نام شاتم الرسول را که بخونیم میگه که حتی برای کسی که پیغمبر دشنام میته، اگر یک کسی کافر میشه برای او 3 روز وقت داده میشه. باز بعض علما میگن که کسی که پیغمبر دشنام میته امی وقت هم برش داده نمیشه، مرتد است، با حد کشته میشه، حد ارتداد. و بسیاری کسا میگه بسیار ساده است برش.